اومدم و بعد 1 سال ویدیو نذاشتن یک مود خفم پیدا کردم و ویدیو گذاشتم. این بعد 1 سال اولین ویدیو منه و مود گانه، مود تفنگه. این همه تفنگو داره. وایسی اینو که دستمه. خب این کلت داره، انواع کلت داره، این همه تفنگو داره. خب ببینید مثلا ما میریم تو ایونتوریمون، این تفنگا رو میگیریم دستمون. خب این همه تفنگا میگیریم دستمون. مثلا اینو که الان دستمه، اینش کار نمیکنه، اینش کار نمیکنه. یا این ببینید. خب یا مثلا این نمیدونم اسمش AKه، یا این تفنگ علامت سواله. ببینید گاوا رو. این کلت که 6-7 تفنگ بادیه، نه تفنگ لیزر داره. و این چه تفنگیه؟ اینم رگباری میزن. این و این همه تفنگا شما میتونید داشته باشید. بیشترش تفنگاشم فقط تنها تفنگی که کار نمیکنه اینه، این. ولی همه تفنگاش کار میکنه. تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 غیر از این 7 همش جز این یکی این کار میکنه. این چند تا تفنگاش بود که من تست کردم و رنگ اسکینم هم عوض کردم. آبی روشن بود، آبی تیره شد. و اینم از ویدیومون. بعد کلی وقت ویدیو گذاشتم به خاطر مشکل نت بود که خود ایرانی ها میدونن، اینا که تو ایران زندگی میکنن. نت قطع شده بود و خیلی سختی کشیدیم ما ایرانی ها. و دیگه تا ویدیو بعدی، خداحافظ.